درود بر شما. دیشب در برنامه جام آسیایی عصبانیت شدید محمود فکری از صحبت‌های جواد خیابانی. محمود فکری: شما به شدت به تیم ملی حمله می‌کنید، بغل کرده به درد کسی نمی‌خورد. شما وقتی به شدت به اونها حمله می‌کنید، آدم‌های دیگری از حوزه‌های دیگری به بازیکنان ما بی احترامی می‌کنند. آدم‌های گستاخ به خودشون اجازه می‌دهند به امثال علی دایی که ناموس فوتبال ایران است توهین کنند. فکر می‌کنید چرا؟ چون شما این گونه به اونها حمله می‌کنید. نگرانی من این است. کلام آقا جواد شما من حرفمو بزنم. حمله نکردیم. تو میگی من میام اینجوری شکلی حمله میکنیم. به خدا حمله نکردیم. آقا سعید اولش اینجوری من چیکارت کردم؟ شما اصلا الان امشب اجازه دادید. گفتم کاش قهرمان دیدم. آقا خیابانی بفرمایید آقا. بغل اونجا به درد من و به درد آقای علوی نمیخوره. میگم کاش قهرمان میدادم. ببین ما وقتی میایم همینجوری حمله میکنیم به بازیکنامون و مربیامون، این باعث میشه آدمایی از حوزه‌های دیگه بیان یه جورایی خیلی گستاخانه تر مثلا به علی دایی که ناموس فوتبالمونه بهش بی‌احترامی بکنه، بهش حرف بزنه. ما چند تا علی دایی تو آسیا داریم، ما چند تا علی دایی تو ایران داریم که هر کس و ناکسی بیان بهش حرف بزنن یا به اسطوره‌های دیگه‌مون. چرا؟ خب برای چی؟ من الان نگرانیم اینه. تیم ما بد بازی نکرده. یک انیمیشن از مسیر صعود تیم فوتبال نیجریه به فینال جام ملت‌های آفریقا. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. Tomorrow I can be broke, all alone, maybe get a stroke, get in trouble anyway, but nothing can bring me down today. 'Cause life's a game, and the game you should play. Tomorrow we can lose, but not today.